ببین قسمت 6 فایل رو بعد از این حرفایی که میخوام بزنم با هم شروع میکنیم، چون این پلیلیست فایل اینجوریه که ما زیاد نمیخوایم راجع به هواش و اینجور داستانا صحبت بکنیم و ماهیت فایل اینجوریه که یه روایتی، یه داستانی رو با هم بررسی میکنیم و آخر کار راجبش با هم صحبت میکنیم که ببینیم نظرات شما راجب این اتفاق و این پرونده چیه. مثلا بعضیاتون میان میگین که چرا راجب ملکه الیزابت ویدیو درست نمیکنی؟ خب جوابش خیلی واضحه. داستانا و روایت‌ها و حواشی که پیرامون ملکه الیزابت هست خیلی زیاده و اگر ما بخوایم راجبش پرونده سازی بکنیم و فیلم درست، محتوا درست بکنیم، هم پروسه خیلی زمانبری داره و ممکنه یه سری دردسری برامون پیش بیاد، چون اتفاقای خیلی بدی اطراف این ملکه هست. بریم سراغ فایل اپیزود 6. آرکلی یکی از موفق ترین و دارک ترین رپرهای آمریکا و جهانه. توی قسمت قبل راجع به جیزی صحبت کردیم که ادامه داستانش مربوط میشه به آرکلی. جفتشون پرونده هاشون یه ذره شبیه به دیدیه، ولی با این تفاوت که خیلی دارک تره. کل حرفایی که اینجا تو این قسمت میخوایم بزنیم از مستند معروف سروایوینگ آرکلیه که تو این مستند از کسایی که توسط آرکلی قربانی شدن مصاحبه گرفتن. طبق روال هر قسمتمون آخر ویدیو راجع به اتفاقایی که میفته و مسائلی که توی این اپیزود هست یه سوال داریم که آخر ویدیو با هم راجعش صحبت میکنیم که ببینیم نظر شما راجع به این اتفاق یا این سوال چیه. Girl, you're in the kitchen cooking me a meal. Something makes me wanna come in there and get. آرکلی یه رپر آرنبی داخل دهه 90 بوده که کلی مگاهیت داشته و جزو موفق ترین خواننده های پاپ به حساب می اومده که بهترین آهنگش I Believe I Can Fly بوده که واسه فیلم اسپیس جمه. توی قسمت قبلی راجع به مرگ آلیا صحبت کردیم که با آرکلی رابطه داشته. آلیا برای اولین بار با آلبوم اولش به اسم Age is nothing but a number که میگه سن جزئی عدد نیست معروف میشه. آلیا وقتی 14 سالش بوده توی سال 1994 این آلبوم رو میده بیرون و حسابی میتره کنه. اینجاست که رابطه آلیا و آرکلی سوژه اصلی روزنامه‌های آمریکا میشه و همه ازشون تعریف میکنن. حتی یکی از روزنامه‌ها هم باشون مصاحبه میکنه. Everybody seems to think that y'all are either girlfriend or boyfriend or cousins or friends. let's just get the record straight. اون موقع آرکلی 27 سالش بوده و آلیا 14 سالش که تو اون مصاحبه انکار میکنن که با هم رابطه دارن و وانمود کردن که دوست معمولی هم دیگه هستن. ولی سال بعدش یه خبر اومد که جفتشون با هم ازدواج کردن. سال 2002 یه فیلم بی‌کیفیت پخش میشه که راجع به آرکلیه، ولی دقیق نمیشه تشخیص داد که آرکلی توی اون فیلم هست یا نه. ولی اگر آرکلی رو از نزدیک دیده باشی راحت فهمی که خود آرکلی هست که تو اون فیلم بوده. که ماجرای فیلم از این داستانه که آرکلی شروع میکنه به دستشویی کردن روی دختر کوچیک و این ویدیو حسابی وایرال میشه و تو همه جا میتونی اون فیلم رو پیدا بکنی. حتی توی مغازه ها هم
توی کاست ها و سیدی ها این فیلم رو میفروختن. اینقدر دم دستی بوده. اون موقع یه دادگاه اجرا میشه که 6 سال طول میکشه و یه سریا میان شهادت میدن که آرکلی توی اون ویدیو بوده. شاید سوال پیش بیاد که چرا اکثر دادگاه سلبریتی ها خیلی طولانیه و توی 1-2 سال چند ماه جمع نمیشه؟ جوابش خیلی ساده. تمام سلبریتی ها و افراد مشهور یه سری وکیلای خبره دارن که میان اون پروسه دادگاه رو طولانی‌تر میکنن که هم بتونن مدارکی که علیه اون سلبریتی یا اون آدم مشهور هست رو نقض بکنن و بلا اثر بدون اثر بکنن و بتونن توی اون مدت زمانی که مشخص کردن اون سلبریتی تیتر خبر رسانه‌ای بشه و همه جا اسمش باشه. این دادگاه توی اوج کریر کاری آرکلی بوده و هیچ کس از آرکلی متنفر نمیشه، بلکه همه از قبل بیشتر بهش علاقه پیدا میکنن. روند دادگاه اینجوری پیش میره که دختره میاد جلوی دوربینا اعلام میکنه که اون کسی نبوده که توی فیلم مورد آزار قرار گرفته. حالا فرض کن داستان اینجوری بوده که اتفاقی که افتاده مال 8 سال پیش بوده، خب، و اون دختره 8 سال بزرگتر شده. قاعدتا میشه گفت که اون دختر توی فیلم نبوده. به همین دلیل دادگاه رو ملغا میکنن و آرکلی به دلیل نبودن مدرک آزاد میشه. تفاوت کیس آرکلی و دیدی اینجاست که دیدی همیشه توی محافل شخصی خودش همه چیز رو انجام میداده و اصلا مشخص نبوده که چی کار میکنه و چه اتفاقی داره میفته. ولی آرکلی هر کاری که میکرده اونو رسانه‌ای میکرده و کاری میکرده که همه بفهمن و همه در جریان باشه. دادگاه که تموم میشه آرکلی شروع میکنه به گریه کردن و مذهبی شدن که میگه من آدم این کار نیستم و الکی براش پاپوش درست کردم. جور رفتار میکنه که همه مردم فکر کنن کاری که براش اتفاق افتاده یه پاپوشی بیش نیست. شاید برات سوال پیش بیاد که اون آدمی که داخل اون ویدیو بوده کی بوده؟ اون آدم داداش بزرگ آرکلی بوده که میاد توی دادگاه اعتراف میکنه و میگه که نمیدونه دختر کی بوده. خب آقا اینجا سوال هست که اگر تو میای اعتراف میکنی که توی اون صحنه بودی چجوری میشه با این همه سن یاد نیاد که اون دختر کی بوده؟ قشنگ مشخصه که میخواستن دادگاه رو بپیچونن و طبق میل خودشون پیش ببرن. دادگاه که تموم میشه آرکلی یه آلبوم میده که حسابی هیت میشه و همه گوشش میکنن و جز پر بیننده ترین پر بازی ترین موزیک آلبوم میشه. هفته اول آلبومش 500,000 نسخه به فروش میرسه و این یعنی Welcome to Heaven. بعد این داستان چند روز میگذره و آرکلی از زنش جدا میشه و به داداشش $50,000 داده بوده که داستان رو گردن بگیره. حالا فکر کن به دختره چند داده؟ به دختره $2,000,000 پول داده بوده که توی دادگاه علیه آرکلی شهادت نده. این داستان اینقدر دارکه ها. خیلی بده یه گندی بزنی ولی با کلی پول خرج کردن و اینجور داستانا
نتونی اون خرابکاری، اون گند خودتو جبران بکنی. خیلی بده واقعا. توی این 6 سال همش ادای آدمای مذهبی رو در میورده و جور رفتار میگه که به عقاید و دین معتقده که بقیه فکر کنن این ماجرایی که براش تو این سالا اتفاق افتاده یه پاپوشی بیش نبوده و طرفداراشو بیشتر بکنه. ولی توی دادگاه 14 نفر میان شهادت میدن و همه بعد از حرف دختره از تعجب دهناشون باز میمونه که آقا این چه وضعیه؟ ما همه اون صحنه رو دیدیم، تو خودتی چرا این کار میکنی؟ واقعا عجیبه. اینجاست که هیئت جوری مطمئن بودن که قضیه واقعیه، ولی چون مدرک این بوده که دختره توی دادگاه شهادت داده که توی اون صحنه نبوده، اون تصمیم رو میگیرن و آلکلی رو آزاد میکنن. هیئت جوری اینجوریه که هیچ کس خبر نداره کیا هستن و یه سری افراد از شهروندای عادی هن که رندوم انتخاب میشن و به هیچ جایی در دسترسی ندارن و هیچ ارتباطی هم از بیرون بهشون وصل نمیشه که بخوان ارتباط داشته باشن، خبری بیرون درز بکنه و حتی نمیتونن رأی خنثی هم توی دادگاه بدن. حتما باید به یک نتیجه واحد برسن که اون نتیجه رو توی دادگاه اعلام بکنن که حالا یا جریمه در نظر میگیرن یا اون شخص مجرم رو آزاد میکنن. سر این موضوع آهنگ I Believe I Can Fly هم داخل کلیسا پخش میکردن هم توی پارتیا. شاید باید تعجب باشه که چرا کلیسا؟ به خاطر اینکه آرکلی وقتی باهاش صحبت میکردن سری گریه میکرده و جوری وانمود میکرده که یه آدم مذهبی و معتقده. یه داستانی که پیش میاد، یه پدر و مادری دختر 19 سالشون میبرن کنسرت آرکلی و از اونایی که دخترشون دوست داشته که خواننده بشه میبرنش پشت صحنه کنسرت و آرکلی رو میبینن. آرکلی از اونجایی که میفهمه دختره رویای خواننده شدن داره به خانوادهش میگه که مشکل نداره، من با آرکلی با دخترشون کار میکنه که بتونه به اون رویایی که دوست داره برسه. خب این حرفه خانواده پدر و مادر رو یه جورایی احساسی میکنه که موافقت کنه. چندین بار دختره میره پیش آرکلی و باهاش کار میکنه، ولی بعد از چند روز دیگه هیچ خبری از دختره نبوده و دختره خونه نمیرفته و اینجوری بوده که پدر و مادر نگران میشن و همه جا رو شروع میکنن به گشتن که بتونن دخترشون رو پیدا بکنن. ولی دخترشون هر از چند روز یک بار بهش به پدر و مادرش زنگ میزده و باهاشون صحبت میکرده، ولی داستان اینجوری بوده که صداش میلرزیده و اصلا نمیتونسته بگه که کجا هست و چه بلایی داره سرش میاد. اینجوری میشه که پدر و مادره میرن توی اداره پلیس و ماجرا رو گزارش میدن. پلیس هم هر وقت میرفته در خونه آرکلی رو میزده و میگفته دختر اینجا هست، آرکلی میگفته که نه پیش من نیست و خیلی ساده پلیس هم به اداره برمیگشتن و اون قضیه پیگیری نمیشه تا یه مدت بعد. این خانواده تصمیم میگیرن که آرکلی رو زمین بزنن که بعد از کلی پیگیری و اینجور داستانا به یه کمپینی وصل میشن به اسم میوت آرکلی
که این گروه همیشه می اومدن جلوی کنسرت های آرکلی و تجمع میکردن و علیه آرکلی شعار میدادن که اوایل 2-3 نفر بودن و بعد از گذشت چند هفته تعدادشون به 15-20 نفر هم میرسه و رسانه ها وقتی میبینن که داستان از این قراره و کلی آدم دارن به آرکلی فوش میدن و راجبش حرفای بد میزنن، میان راجبش تحقیق میکنن و سوژه رسانه‌ای باز میشه. اینجاست که باز کل اخبار آمریکا یه بمب میترکه. یه خبر میاد که میگه آرکلی یه فرقه داشته که دخترها رو میبرده توی زیرزمین و ازشون بردگی میکشیده و کلی آزار و اذیت و به اصطلاح کارهای ناجور باشون انجام میداده. این خبر از جایی درز میکنه که چند نفر از خونه آرکلی فرار کرده بودن و اطلاعاتی که تو اتفاقی که تو اون خونه میافتاده برای پلیس شروع به گفتن میکنن که پلیس سعی میکنه آرکلی رو دستگیر کنه و این اتفاق هم میفته. باز شرکت های بزرگی بعد از این اتفاق شروع میکنن به نقض کردن و خارج شدن از قراردادهایی که با آرکلی داشتن که از جمله بزرگترینشون شرکت سونی و RCA بودن که میان قراردادشون رو کنسل میکنن و تمام رادیوهای آمریکا هیچ کدوم از موزیکای آرکلی رو پخش نمیکنن. جالب اینجا این همه شرکت، این همه پلتفرم، این همه رکورد لیبل اومدن آرکلی رو دور انداختن و ازش حمایت نکردن. جالب اینجا که خیلی از شرکت‌های بزرگ قرارداداشون رو با آرکلی کنسل کردن، ولی فقط اسپاتیفای اومد گفت که آهنگای آرکلی رو توی بایگانی نگه داشته و نه به کسی ریکامند میده، نه پیشنهاد میده، نه میذاره آهنگاش و پلیلیستاش توی لیست برن یا کسی بخواد اونا رو پخش بکنه. و اینجا جای سواله که چرا این کارا رو انجام میده. خب یه بارکی مثل بقیه شرکت‌ها آهنگاش حذف بکن، نه اینکه فقط اونا رو از الگوریتم اسپاتیفای خارج بکنه. کنسرت های آرکلی همه کنسل میشه و حسابی آرکلی رو توی آمریکا و جهان خفیف میکنه. یهو بعد از این همه داستانا یه مستند میاد از آرکلی که 6 قسمت داشته. توی 4 قسمت اولش راجع به ازدواج آرکلی و آلدیا صحبت میکنه و ویدیویی که از آرکلی راجع به اون دختر بچه‌ای که روش دستشویی کرده پخش میکنه. توی 2 قسمت آخر این مستند میاد مصاحبه هایی که با اون افراد که توسط آرکلی قربانی شدن پخش میکنه که خیلی هاشون حرفای خیلی جالبی زدن، خیلی واکنش‌های عجیبی داشتن که از همه مهمترشون یا به اصطلاح معروفترینشون یه خانم بوده به اسم دومینیک گاردنر که داخل مستند میاد راجع به اتفاقا صحبت میکنه و از قضا چند سال هم با آرکلی رابطه داشته که مادرش خیلی پیگیر دخترش بوده. داستان این دختره از این قراره که آرکلی با این دختره دومینیک گاردنر توی هتل زندگی میکردن و
دختره به آرکلی حس پیدا میکنه و اینجور داستانا، اینجور موقع بهش میگن که رابطه استکهلم پیدا کرده، که ماجرا از این قراره که وقتی توی پرونده جنایی یا اتفاقی که جنایی میفته چند نفر گروگان یا پیش یه نفر زندانی میشن، اون افراد نسبت به زندانبانشون احساس پیدا میکنن و عاشق اون افراد میشن، که به این مشکل رابطه استکهلم میگن، که برای اولین بار تو یکی از سرقتایی که توی شهر استکهلم سوئد اتفاق میافتاده، از اونجا این ماجرای روانشناختیه رو پیدا کردن و روش اسم گذاشتن. این دختره که با آرکلی توی هتل رابطه داشته تعریف میکنه که آرکلی مجبورش میکرده که موهاش از ته بزنه و شبیه به پسرا رفتار کنه، ولی از اونجایی که عاشق آرکلی بوده اصلا براش اهمیت نداشته که داره به روح خودش ضربه میزنه. بهتون میگم یه قسمت داریم از همه این پرونده که تا الان صحبت کردیم و اتفاقایی که افتاده خیلی خفن‌تره و خیلی دارک‌تر. منتظر اون قسمت حتما باشین که توی کانال تلگرامیمون اعلام میکنیم. داخل یه سینما این مستندی که از آرکلی پخش شده رو پخش میکنن که یه دفعه آرکلی یه نفر رو میفرسته که با تفنگ کسایی که تو اون سالن سینما هستن رو به قتل برسونه و با اون بطری که دستش بوده کل سینما رو آتیش بزنه و همه رو بسوزونه. ببین آخه یه چیزی که هست، اگر تو این کار نکردی چرا پس این کار رو انجام میدی؟ اگر اون کار کردی خب پس واکنشت چیه؟ میدونی؟ همین واکنشون دادن ها باعث میشه که مردم بفهمن آره این اتفاقی که افتاده واقعی بوده و سوژه خبری بشن. Pause the interview to give Kelly a moment. His publicist helped calm him down. I hope this camera keep going. No, we're going to let the camera keep rolling. This is not doesn't even make sense. Why would I hold all these women? Their mothers and fathers told me we're going to destroy your career. But Kelly's emotions remained raw. It's real girls out there. بعد مصاحبه آرکلی رو دستگیر میکنن و دادگاهش تا سال 2022 ادامه داشته و 30 سال براش حبس میبرن که تا فکر کنم سن 57-60 سالگی حدودا توی زندان باید باشه و حبس بکشه. آرکلی الان زنده است و داخل زندان بعضی اوقات کنسرت میذاره برای زندانیا و ببینیم با هم. یه فکت خفن که راجع به آرکلی هست، پرونده های دادگاهیش تموم شده ولی همچنان که تو زندان هست یه سری پرونده دیگه براش باز کردن که توی شهرهای مینیسوتا و شیکاگو آمریکا در حال پیگیریه، که به نظر من دیگه چیزی از آرکلی نمیمونه. فکر کنم همونجا باید کلن دوباره فانی هم بدا بگه و از دنیا خداحافظی کنه، چون بعید میدونم با این کاری که کرده بخواد جون سالمی به در ببره. سوال من اینه که
داخل اسپاتیفای آهنگاش هست ولی نه برای کسی پخش میشه و نه برای کسی پیشنهاد یا ریکامند میره. خب به نظرت نباید کلن هنر اون هنرمندی که این کاری عجیب و غریب و انجام داده رو از سوشال مدیا و اینترنت حذف بکنه؟ آخه میدونی خب چرا باید یه چیزی باشه که نه کسی میتونه بهش دسترسی پیدا بکنه و نه برای کسی فرستاده میشه که بخواد بهش دسترسی پیدا بکنه؟ من جوابی برایش ندارم برای این سوال. نظر تو چیه؟ و بهمون بگو که کلا نسبت به آرکلی چه حسی داری؟ که آیا آهنگاشو گوش میدادی؟ نمیدادی؟ الان چه حسی راجبش داری؟ و توی کامنت ها بهمون بگو که برای قسمت بعد راجب چه شخصیتی دوست داری صحبت کنی. البته اینو بهتون میگم که شاید یه مورد دیگه هم داشته باشیم که به پرونده دیدی ربط داشته باشه. مرسی از اینکه تا اینجا کار ویدیو رو تماشا کردین. پیس اوت.